با آمد فصل بهار خجسته مرد دهقان آمادگی به کشت و کاری بهاری دارد تا اینکه از دان کشتش حاصل دلخواه به دست بیارد. طوری که اطلاع داده شد کشاورزان ناحیه دوستی باید امسال در 14271 هکتار زمین کشت زراعت‌های کشاورزی نمایند. بنابر اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی ناحیه تا به امروز در 2202 هکتار کشت غله‌دانگی ها از جمله در مساحت 1852 هکتار گندم کشت نموده نشو و نمای خوب دارند. خواجگیداران انتظاری آن را دارند که از نوهای تخمی کرسندر 99 حاصل دلخواه خیش را به دست بیارند. مورد ذکر است که خواجگیداران ناحیه در سمت کشت و پرورش سبزیجات بروقتی از قبیل کرم، پیاز، پالزی تجربه بایغنی داشته همه ساله در فراوانی بازار استعمالی سهم خود را می‌گذارند. تا به امروز در ناحیه در 922 هکتار زمین کشت سبزیجات‌ها گذرانده شده است که از دورنمای پیش بینی شده 30 هکتار زیاد می باشد. از جمله در 61 هکتار زمین کرم، 471 هکتار پیاز بروقتی، 261 هکتار سبزی کشت نمودند. اهل زحمت ناحیه دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود نموده تلاش بران می‌ورزند که از یک زمین تا 3-4 حاصل به دست آورده در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت سهم ارزنده خود را گذارند. خواجگی تخم پروری به نام ارگش سلطانوف در ناحیه دوستی یکی از خواجگی‌های نمونوی و کلانترین محسوب یافته. اصلا سهمداران آن به ساحه پختکاری، سبزیجات پروری، غله‌کاری و باغداری مشغول می‌باشند. اطلاع داده شد که خواجگی مذکور دارای 622 هکتار زمین کارم آبی بوده. همه ساله سهمداران آن از هر یک قطعه زمین پرثمر و عاقلانه استفاده می‌برند تا اینکه از یک زمین 3 و 4 حاصل به دست بیارند. عین حال در خواجگی در 50 هکتار غله‌دانگی ها، 5 هکتار کارتوشکا و 5 هکتار کرم کشت کرده شده نشو و نمای کرم بر علام شایده می‌گردد. واقعا هم سهمداران خواجگی مذکور در پرورش سبزیجات بروقتی تجربه بایغنی داشته پیوسته کوشش می‌نمایند که نه تنها بازارهای داخلی ناحیه ولایت بلکه جمهوری را با سبزیجات تر و تازه بروقتی تامین نمایند. کشاورزان خواجگی کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی را با توصیه عالمان و متخصصان به راه مانده از نوهای تخمی به اقلیم مطابق استفاده می‌برند تا اینکه در بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی به هدف‌های نهایی خود نائل گردند. خواجگی دهقانی تخم پروری به نام ارگش سلطانوف طبق دورنما باید در 350 هکتار زمین کشت پنبه‌دانه گذرانند. با مقصدی در مهلت معین گردیده گذراندن کشت پنبه‌دانه عین حال تکنیکای ضروری به تخت و هموار کنی زمین ها مشغول می باشد. سال 2024 در جماعت خرمدیار ما زیاده از 10 خواجگی دهقانی با اصولای کشتی زیر پلیونکا گذراندیم که حاصلای خوب به دست آوردند که از هر یک هکتار زمین 56 تا 58 سانتی حاصل به دست آوردند و امروز که کشتی زیر پلیونکاگی با اصولای نو یا اصولای نمی معاصر چینی برای سال 2025 ما نیت داریم که اکثریت خواجگی‌های دهقانی با طریق انامین کشتی زیر پلیونکاگی و آبهای قطرگی که برای مقصد اساسی برای حاصلای نغز حاصلای خوب گرفتند. امسال نیت دارند که با مقصد زیاد نمودن استحصال این اشیای خام اهمیت استراتژی داشته از نوهای تخمی خارجی و محلی استفاده میبرند تا اینکه در آینده برای آماده نمودن تخمی خوشصفت پنبه‌دانه زمینه با اعتماد گذارند و دیگر خواجگی های ناحیه و ولایت را با تخمی اعلی صفت تأمین سازند.